صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای قدوس یکتا و ای خدای ازلی و ابدی و سرمدی، ای یکتا پروردگار و ای خدای محبت، تو را که قدوس و عادل و بخشنده هستی می پرستیم و در برابر بزرگی و عظمت تو ای یکتا پدر آسمانی سر تعظیم را فرود می آوریم و ستایشت می کنیم. بارلاها اعتراف می کنیم که در بعضی از لحظات زندگیمون آنقدر ناامید و افسرده هستیم که خود را کاملا بیهوده دانسته و هدفی را برای زیستن در خود نمی بینیم و نمی توانیم بفهمیم که تو چرا ما را خلق کرده ای. استعداد داریم ای خدا که ما را یاری بده تا در هر حالت و هر موقعیتی به تو اعتماد کنیم و به محبت تو تکیه نموده و با اطمینان روزهای خود را شروع کنیم و به اطمینان به این که تو خدای مهربان و محبت هستی و سایه تو بر ماست روز خود را نیز به پایان برسانیم. بگذار بیابیم ای خداوند این حقیقت را که تو ما را بیهوده خلق نکرده ای و اطمینان به این که اراده تو کاملترین و بهترین و عالیترین مقصود زندگی است از آن پیروی کنیم. پس ما را یاری بده ای قدوس عادل که هرگز از اراده تو جدا نشویم. این دعا را به نام شایسته و مقدس مولا و نجات دهنده زنده خود یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران گرامی، حق‌جویان و عاشقان خدا، درود بر شما. شادی و محبت خدا یکتا بر شما باد. دعا میکنم که در این لحظه وجودتون از هر نوع کسالت و افسردگی و پریشانی بدور باشه تا در آرامش روح و راحتی جان افکار خود را متوجه مهمترین و حیاترین موضوع یعنی رشد در عالم معنویت و شناخت حقیقت و شنیدن کلام خدا بنمایید. خدا را شکر و سپاس می کنم که این افتخار را به من داده که آیات شریف را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحات مختصری به عرض مبارکتون برسونم، به این امید که شما را در درک حقیقت یاری داده و با دانستن و پذیرفتن راه خدا ابدیتی که او برای همه ما مهیا کرده است را نصیب خود سازید. از این رو به انجیل مقدس روی می آوریم و در ادامه مطالعه کلام خدای زنده از فصل 6 و از آیه 40 آیات را غذای روح و روان خود می کنیم. در حال که مشغول باز کردن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه نوشتید و ما را در این هدف مقدس یاری و تشویق نموده اید صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
نامه‌های شما همیشه باعث تشویق و دلگرمی ماست، زیرا می‌بینیم که چگونه خدای یکتا توسط کلام زنده‌اش امروز قلب‌های مرده بسیاری از شما را زنده کرده است و شما را به سوی نور حیات و راستی هدایت نموده است. همونطور که بارها عرض کردم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم. امیدواریم که نامه‌ها و کتاب‌های ارسالی به دستتون برسه. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل 6 عیسی مسیح به عالی ترین و بزرگترین الطاف الهی نسبت به بندگانش اشاره می‌فرماید و همچنین نشان می‌دهد که مقام او چیست و برای چه به این جهان آمده است. عیسی مسیح ادعاهایی می‌نماید که هیچ نبی یا پیامبر دیگر یا شخصیت دیگر هرگز ننموده است و بدین وسیله منحصر بودن و ممتاز بودن و یگانه منجی بودن خود را نیز به اثبات می‌رساند. موضوع بسیار مهمی که باید همیشه در مد نظر داشت این است که هر وقتی عیسی مسیح ادعایی را می‌نمود، عملاً یعنی با انجام دادن معجزه‌ای و یا کاری و تعلیمی ادعای خود را به اثبات می‌رسانید. مثلا در همین فصل ما با معجزه‌ای روبرو میشیم که مسیح قادر بود به بیش از 5000 نفر غذا بدهد، آن هم با 5 نان و 2 ماهی. و پس از آن می‌فرماید من آن نان حیات هستم و من آب حیات هستم، یعنی به همان نحوی که قادر هستم نیازهای جسمانی شما را برطرف سازم، خداوند یکتا به من این عطیه و قدرت را داده است که نیازهای روحانی و معنوی شما را برآورده کنم. اتفاقاً مسیح به خاطر همین است به این جهان آمد، تا رابطه قطع شده بشر با خدا را مجدداً از نو برقرار نماید. و ای عزیزان، نیاز روحی بشر عبارت است از رسیدن به خدا و صاحب قدرت روحانی بودن تا در مبارزه با اهریمن پیروز شویم. و پروردگار مهربان اسرار الوهیت سماوی خویش را در عیسی مسیح به ما بندگانش از روی محبت آشکار ساخته است و با عطا کردن روح القدس، این روح پاک و ازلی و پرقدرت، به ما نیرو عطا کرده تا بتوانیم با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم و در راه قدوسیت پیش برویم. عیسی مسیح یگانه کسی بود که این ادعاهای عظیم را می‌نمود و مسلماً این امر سبب می‌شد که مردم و علل خصوص رؤسای مذهبی متعصب یهود نسبت به ادعاهای الوهیت مسیح اعتراض کنند، که آیات 41 الی 59 به این اعتراض هاست و اشاره به این اعتراض ها کرده و پاسخ مسیح رو نیز در قبال آن ملاحظه می‌کنیم. حالا از شما دعوت می‌کنم که ابتدا به آیات شریف گوش بدهید. آیه 41 الی 42 براتون می‌خونم. می‌فرماید پس یهودیان درباره او، یعنی درباره عیسی، همهمه کردند، زیرا گفته بود من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد. آنها گفتند آیا این عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید که از آسمان نازل شدم؟ یهودیان در این آیات از عیسی مسیح به خاطر اینکه فرموده بود او نانی است که از آسمان به زمین آمده اعتراض میکنند و میگویند ما تو را میشناسیم، ما پدر و مادرت رو میشناسیم، پس چطور امکان داره که تو از آسمان آمده باشی؟ لازم است بگویم که یهودیان منتظر بودند که مسیح طوری از آسمان نازل بشه که همه او را به ناگهان و در عین حال ببینند. باید گفت حالتی که در ظهور ثانویش عیسی مسیح به آن اشاره کرده است. اما عیسی بار اول که به این جهان آمد به طور طبیعی به این عالم آمد، یعنی او از کودکی در میان آنان بزرگ شد. البته تولدش فوق‌العاده اسرارآمیز و یا بهتر بگویم معجزه آور است، زیرا که عیسی مسیح به امر خدا و به قدرت خدا از مریم باکره متولد شد که تولد او در حقیقت بی‌نهایت عجیب است و مختص به خود عیسی مسیح. اما به طور کلی مسیح پس از تولد به طور طبیعی مانند انسان‌های دیگر رشد کرد، بزرگ شد. در میان خود یهودیان بود و همه قوم خویشان او را میشناختند و همه گمان می‌بردند، دقت کنید، همه گمان می‌بردند که یوسف پدر اوست، زیرا اسرار مقدس راجع به تولد او از مریم باکره شایع نشده بود و همه کسی این حقیقت الهی را نمی‌دانست. این آیات نشان می‌دهند که یهودیان بر اثر عدم دید و معرفت روحانی نتوانستند مقصود عیسی مسیح را که گفته بود من نان آسمان هستم را بفهمند، زیرا همونطوری که کتاب مقدس می‌فرماید انسان نفسانی
امور روح خدا را نمیپذیرد. انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا نزد او جهالت است. دوستان عزیز، این یک حقیقتی است بسیار بسیار مهم که در امور شناخت خدا و راه حقیقت من و شما بایستی به آن توجه خاصی مبذول بداریم. متاسفانه در کشور ما میخوان همه چیزو از روی استدلال و منطق انسانی بفهمیم. میگن 2 به 2 میشه 4. نمیشه که بگی 1 ضرب در 1 ضرب در 1 میشه 2. همچین چیزی وجود نداره. عقل نمیپذیره. ولی دوستان عزیز، یک چیزی هست در امور معنویت که بایستی بدانیم و آن اینه که عالم معنویت یعنی ایمان برتر و بالاتر از عقل بشری است. کلام خدا میگوید انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا خدا روحانی است و انسان جسمانی است، مگر اینکه انسان از روح و یا از بصیرت روحانی بهره مند بشه تا بتواند در عالم معنویت به اصطلاح کاشف باشه. از آیه 43 عیسی مسیح شروع به پاسخ دادن به سوال یهودیان میکند. میخوانیم عیسی در جواب ایشان گفت شما با یکدیگر همهمه مکنید. کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاده او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در پاسخ عیسی مسیح در حقیقت جوابی به سوال رؤسای دینی دیده نمیشه. چرا؟ زیرا آنها فاقد بصیرت روحانی بودند و امور روحانی نزد آنها جهالت بود. در عوض عیسی مسیح به جای اینکه به آنها بگه که مثلا یوسف پدر من نیست و من از قدرت خدا تولد شدم، آنها را دعوت به پذیرفتن و پیروی کردن از خودش میکنه و به طریقی اعلامی دارد که اگر پیرو من باشید معنی و مقصود جملات و کلمات و تعلیمات مرا خواهید فهمید. و در عوض به علت عدم پذیرشش از طرف این یهودیات به ایمانی آنها را بازگو میکنه و آنکه آنها نخواهند توانست پیرو مسیح باشند مگر اینکه خدایی که او را فرستاده آنها را جذب کنه و یا بصیرت روحانی به آنها عطا کنه. دوستان عزیز، این معنی این نیست که خداوند چشمان آنها را کور کرده تا هرگز به حقیقت دست نرسن. خیر، آن وقت اگه اینطور باشه اون خدای ظالمه. ولی موضوع اینه که اینها نیامده بودند تا حقیقت را بیابند. به عبارت دیگر حق جو نبودند، طالب حقیقت نبودند و در نتیجه دقت کنید چون که خودشون مشتاق حقیقت نبودن، در نتیجه خدا هم آن نور آسمانی را بر آنها نتوانید. همچنین با این جملات عیسی مسیح صریحاً اعلام می‌دارد که نجات ما انسان‌ها از گناهان و شرارتمون در واقع بالمال خدا میباشد. این خداست که ما را نجات می‌دهد، نه اینکه قوانین مذهبی. و این موضوع با آیات و تعلیمات تورات مقدس مصداق است، زیرا در کتاب اشعیا نبی فصل 55 اینطور می‌خوانیم که جمیع پسرانت از طرف خداوند تعلیم خواهند یافت. یعنی خدا تمام کسانی را که برای نجات برگزیده شدن یا حقجویان را، آنانی که اشتیاق روحانی رو دارن، تعلیم میده. خود خدا تعلیم میده. و از این رو هنگامی که خدا با مهر و محبت با قلب انسانی صحبت میکنه و گناهکار را به سوی خود میخوانه، گناهکار باید گوش خود را فرا داشته بشنود. و هر کس که پیام خدا را میشنود و آن را درک میکند دوستان، لاجرم به سوی عیسی مسیح میاد. و حقیقت اینه که علت این که گروهی از پیروی کردن عیسی ابا می‌ورزند اینه که آنها مایل نیستند ندای خدا را بشنوند. مقصود آیه 45 الی 47 همینه که می‌فرماید در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند گرفت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید، نه اینکه کسی پدر را دیده باشد جز آن کسی که از جانب خداست، او پدر را دیده است. باز عیسی مسیح در این جمله که فقط اوست خدا را دیده تأکید می نماید که او از آسمان آمده است. البته مقصود مسیح نیست که مثلا خدای نکرده استخر را فکر کنید مسیح داره میگه خدا جسم داره و یا در شکل و قالبی خاصیه که مسیح با 2 چشم انسانی او را دیده. خیر، این کفره. بلکه مقصود مسیح اینه که وجودش از خدا نشاد یافته است و این موضوع در حق هیچ کسی دیگری صادق نیست جز او کلمه حقی که جسم باشید، زیرا مسیح مظهر خدا یکتا و ذات اقدس و جوهر حضرت اعلی می باشد. او مکاشفه خدا به بنی نوع بشر است. آیه 47 تا 51 رو براتون می خونم. مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من
نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. دوستان عزیز، آنچه که عیسی مسیح در این آیات می فرماید برای ما که طالب بخشش و نجات خدا هستیم بسیار پر اهمیت و لازم و ضروری است که آن رو بفهمیم. زیرا در اینجاست که راه رسیدن به فیض و بخشش الهی برای ما آشکار میشه. عیسی مسیح می‌فرماید که خودش آن نان حیات است و آن کسی که به وی ایمان آورد صاحب حیات جاودانی می شود. ببینید میگوید ایمان عامل نجات ما میشه. دوستان عزیز، حیات جاودانی چیزی نیست که شخص فقط بعد از قیام و رستاخیزش آن را به دست بیاورد. وعده‌ای که خدا داده است مربوط به فقط پس از مرگ ما نیست، بلکه به هر کسی که ایمان آورد فوراً و آنن داده می شود. از این رو یگانه شرط تحصیل حیات عبارت است از ایمان آوردن به عیسی مسیح. عیسی مسیح اصطلاح نان حیات را به نان زنده تبدیل نموده و میگوید من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. حالا شاید این جملات برای ما زیاد پرمعنی نباشه، ولی این جملات دارای معنی بسیاری برای یهودیان بود، زیرا اجداد آنها وقتی که در بیابان سینا بودند از نانی به اسم من که خداوند هر روزه به آنها عطا می‌کرد تغذیه می‌شدند و یهودیان گمان می‌کردند که چون خدا این نان را عطا کرده هر کسی از آن بخورد در نتیجه حیات جاودانی را هم به دست میاره. ولی عیسی مسیح به آنها می‌فرماید که اینطور نیست، زیرا آنان که از آن نان خوردن همه در گناه مردند، به طوری که هیچ یک از آنها به سرزمین موعود وارد نشدند. ولی آنچه که عیسی مسیح عطا می‌کند جاودانه است، یعنی بخشش گناه، رحمت و فیض خدا. و سپس با گفتن این جمله که نان زنده همان جسم من است شگفتی همه را برمی‌انگیزاند. مسیح میگوید نانی که من میدهم جسم من است که آن را به جهت حیات دنیا میبخشم. دوستان دقت کنید، مسیح میفرماید نانی که من میدهم جسم من است که آن را به جهت حیات دنیا میبخشم. راستی مقصود عیسی مسیح از این آیه چیه؟ چگونه و چطور عیسی وسیله‌ای برای حیات و سلامتی نوع بشر میشه؟ جواب این است که به وسیله مصلوب شدنش، به وسیله مرگ و رستاخیزش. هنگامی که عیسی مسیح در بالای صلیب آویخته شد، آنگاه مردم به سوی آمده و به وی ایمان خواهند آورد. همانطوری که نان پیش از اینکه خورده شود باید تکه شود، به همان نحو جسم مسیح توسط مصلوب شدن و به وسیله میخها بر دستها و پاهایش که زدن پاره پاره شد. تنها به وسیله مرگ او ممکن است حیات وی در دسترس انسان قرار بگیرد. آری، مسیح سخن از صلیب شدن می کند، زیرا بر صلیب بود که او تاوان کفاره گناهان من و شما را می پرداخت. در صلیب بود که جرمی را که بشر می بایستی تحمل کند بر دوش گرفت تا بشر را از بار گناهانشون آزاد سازد. عیسی مسیح در اشاع ربانی خود در واقع به طور مجازی که به ما می دهد می گوید که من می میرم تا من و شما زندگی داشته باشیم. آری، حیات الهی بخششی است از جانب خدا، ثمره است از فداکاری و جانبازی، صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح. وقتی یهودیان این جملات مسیح را میشنوند به خشمشون افزوده میشه، به طوری که از آیه 52 الی 59 اینطور میخوانیم: پس یهودیان با یکدیگر مخاصمه کرده گفتند چگونه این شخص میتواند جسد خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی گفت آمین آمین به شما میگویم اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید، و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید، زیرا که جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. پس هر که جسد مرا بخورد و خون مرا بنوشد در من میماند و من در او. چنان که پدر زنده مرا فرستاد
و من از پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد او نیز به من زنده می شود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نه همچنان که پدران شما من را خوردند و مردند، بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده می ماند. این سخنان را مسیح وقتی که در کفرناهم تعلیم می‌داد در کنیسه گفت. ای عزیزان، اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم اینه که عیسی مسیح در اینجا از زبان استعاره برای بیان مقصود خود استفاده می‌کند. یعنی مقصود او از خون و جسد اشاره به قربانی صلیب و شریک شدن ما در پذیرفتن این واقعه میباشد. بعضی‌ها می‌فرمایند که اشاره عیسی مسیح در این آیات به اشیاء ربانی بود که 1 سال بعد از این حادثه برقرار ساخت. طبیعتاً ذکر عبارت جسد و خون شخص را به یاد اشیاء ربانی، یعنی آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردانش خورد می‌اندازه. اما حقیقت اینه که هدف مسیح اینه که به ما بفهماند نجات ابدی توسط ایمان آوردن به کار و علت آمدن او و تسلیم شدن به او فقط میسر است و سلام. زیرا هنگامی که ما تسلیم عیسی مسیح میشویم و از او پیروی میکنیم، هنگامی که به او ایمان میآوریم، به نحوی که دل را به او تسلیم کرده و سراپا سرشار از عشق به او میگردیم، آن وقت است که مسیح زنده وارد دل ما میشود، وارد زندگی و هستی ما میشه و حیات ما به او تعلق گرفته و حیات او از آن ما میگردد. و در آن صورت در حقیقت مطابق این اصطلاح او را خورده و نوشیده ایم و دیگر هیچگاه تشنه نمیشویم، زیرا به سرچشمه حقیقت رسیده ایم. وقتی که مسیح را عمیقاً بفهمیم، درک کنیم، در واقع به سرچشمه حقیقت رسیده ایم. وقتی که کلام خدا در دل ما باشد، سخنان مسیح در وجود ما باشه، وقتی که مسیح زنده همراه و یار و یاورمان باشه، وقتی که مکاشفه خدا در اختیارمون باشه، وقتی که با قلبی پاک به حضور خدا راه یافته باشیم، هیچ گرسنگی و تشنگی روحانی باقی نمیماند، زیرا به خاطر او در حیات سماوی شریک شده ایم. حقیقت این است که او یگانه راه و یگانه طریقی است که بشر قادر به منبع حیات و راستی و حقیقت برسه، زیرا ذات حق و مکاشفه الهی در او بر ما آشکار گردیده. در آیه 57 الی 59 به علت این که اتحاد با مسیح به ما حیات ابدی میبخشد اشاره کرده و آن این است که مسیح خودش با خدا یکتا یا پدر زنده که منبع حیات و حقیقت است ارتباط کامل داره. مسیح در پدر حیات دارد، به همین نحو هر کسی که در او باشد از حیات الهی نیز بهره مند میشود. بله دوستان، میدونم که فهم این آیات عمیق نیازمند یک بینش روحانی است، نیازمند وجود روح خدا بر ماست و اگر ما از این بینش الهی برخوردار نباشیم، هرگز به معنی و عمق این جملات آسمانی پی نخواهیم برد. در عوض خیال میکنیم که اینها بی معنی و بی مفهوم هستند، به طوری که این حقیقت در پایان فصل 6 میبینیم که چگونه بر اثر شنیدن این جملات بسیاری مسیر رو ترک میکنن. به جای اینکه از او پیروی کنن، مسیر رو ترک میکنن، چون نتوانستند کلام را بشنوند. گوش کنید به آیات 60 الی 71. آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند گفتند این کلام سخت است، که میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر همه میکند، به ایشان گفت آیا این شما را لغزش میدهد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جایی که اول بود صعود میکند چه؟ روح است که زنده میکند و اما از جسم فایده نیست. کلامی را که من به شما میگویم روح و حیات است، ولیکن بعضی از شما هستید که ایمان نمیآورند. زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانند که ایمان نمیآورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. پس گفت از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آید مگر آنکه پدر من آن را بدو عطا کند. در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر او را همراهی نکردند. آنگاه عیسی به آن 12 گفت آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پطرس به او جواب داد خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. عیسی به ایشان گفت
آیا من شما 12 را برنگزیدم؟ و حال آنکه یکی از شما ابلیسی است. و اینجا درباره یهودا پسر شمعون اسخریوطی گفت، زیرا او بود که می بایستی تسلیم کننده وی شود و او یکی از آن 12 بود. در این آیات متوجه می شویم نه تنها یهودیان بی ایمان بلکه بسیاری از کسانی که به مسیح ایمان داشتند وقتی معجزات مسیح رو دیده بودند قبول کردند که مسیح واقعا از جانب خداست، نتوانستند این تعلیم عمیق روحانی رو درک کنند، زیرا گفتن این کلام سخته یا غیر قابل فهمه. نتوانستند بپذیرند. چرا؟ چون فاقد بصیرت روحانی بودند. برگشتن این شاگردان که جزو 12 نفر نبودند برای عیسی یک واقعه صرف و غیر شخصی نبود. او نگران شاگردانی بود که او را ترک می‌گفتند. او به حال آنان افسرده بود، زیرا به جای اینکه آنها طالب فهم امور معنویت بشن و مطالبی را که نفهمیدن را مجددا با پرسش بفهمند، او را ترک می‌کنند و در نتیجه از حیات ابدی نیز محروم می‌شوند. دوستان عزیز، شما نیز شاید از مریدان مسیح باشید. شاید مسیح را دوست دارید و می‌خواهید واقعا از او پیروی کنید. ولی مطالبی هست در کلام خدا که نمی‌توانی هضم کنی، نمی‌توانی بفهمی و در نتیجه ایمان شما رو به سردی می‌گیرد. ولی یار من، امور نفسانی قادر به درک امور روحانی نیست. پس چرا تو امروز از خدا طلب روح القدس را نمی کنی که به شما بصیرت روحانی بده تا دوباره کلام خدا را بهتر و بیش از بیش بفهمی و از همه مهمتر ایمان خود را حفظ کرده و از حیات جاودان محروم نشوید؟ من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که متوجه کلام خدا شده و گفتار مسیح را در قلب خود جای بدهید و دعا کنید که روح خدا آن را بر شما کشف سازد. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.